من بلک بول هستم. این اولین ویدیو منه. خواستم اینجوری کم معرفی داشته باشیم با هم دیگه تا برسیم به ادامه مثلا ویدیو گرفتنمون و اینا. خب ببین، محتوای کانال ما بیشتر ماینکرافت بازی میکنیم، ولی اینجوری نیستش که فقط روی یه بازی تمرکز داشته باشیم. کانال بلک بول اینجوری که ما کلا بازی مختلفی انجام میدیم. در کل هدف ما فقط پیشرفت کردن توی بازی مختلفه و حرفه‌ای شدن. و خب رکوردهای زیادی هم داره. تو اسپیدران میتونیم رکورد بزنیم، بدوارز هم هست، کلی رکورد واسه شکوندن توی ماینکرافت هم هست. و ما توی این کانال فقط هدفمون پیشرفت توی بازی‌های مختلفه. حالا ماینکرافت میتونه باشه، نیت فور اسپید، کال آف، بتلفیلد، یا حالا هر بازی دیگه‌ای که حالا درخواست اگه بکنید بازی میکنیم. من اینجا تبر بزنم. خب مثلا توی کامنت ها هم با هم دیگه کلی گپ و گفت داریم. من سعی میکنم همه کامنت ها رو هم ببینم. مثلا شاید واقعا وقت نشه همشون رو دیگه بخوام جواب بدم، ولی مثلا اگه تا اینجا که مثلا 100 تا کامنت باشه دیگه، مثلا کلا صرفا هدف ماینکرافت بازی کردن نیست. سری هامون هم اینو بگم که سری ماینکرافتمون اینجوریه که یه دونه سری سوروایوال داریم، سوروایوال بیلد میکنیم، میریم کلا ماجراجویی میکنیم و هدفمون هم اینه که ماینکرافت رو تمام کنیم. یه دونه سری دیگه داریم که توش اونجا تلاش میکنیم و تمرین میکنیم برای اینکه بتونیم اسپید رانر بهتری بشیم. یکی دیگه از سریامون هم سری بدوارز. فعلا بدوارز رو نمیذارم تا ببینم که شما چقدر لایک میکنید و اینکه اگرم دوست داشتید که بدوارز هم بذارم تو کامنت ها بگید. ولی فعلا بدوارز رو نمیذارم. ولی سری بدوارزمون هم این شکلی که میریم چند تا بدوارز مثلا میزنیم چند از سرورهای مختلفه. حالا مثلا اکثرا دهایو باید بزنیم، چون دهایو میدونید چه سرور اوکیه، واقعا که از بهترین مدل سرورهایی که تا حالا دیدم. واقعا سرور اوکیه. ما بیشتر توی بدراک تمرکز داریم. اصلا جاوا که کلا بازی نمی‌کنیم، ولی کلا تمرکزمون روی بدراکه. یعنی مودای بدراک میذاریم. توی کانالمون هم هست، میتونید توی کانالمون مودا رو دانلود کنید. و حالا به غیر از ماینکرافت ما چند تا بازی دیگه هم داریم. اون چند تا بازی دیگه مثلا جی تی سن آندریاس بازی میکنیم، کالاف هم حتی میتونیم بازی کنیم. کالاف حتی شاید با ویور هم بذارم اگه لایکا بره بالا. و در کل اینجوری سبک کارمونه. و اون مودایی هم که چیز میشه، مثلا مودایی که تو ماینکرافت واسهتون آموزششون میدم و بهتون نشون میدم، اونا توی کانالمون آپلود میشه. خلاصه بخوام بگم بهتون اینه که آقا ما فقط ماینکرافت نمیذاریم، بازی‌های دیگر هم میذاریم. هر هفته مثلا چنل کاراش عوض میشه، یه چند تا کار جدید انجام میدیم. اگر که مثلا خودتون برنامه چیزی دارید که فکر می‌کنید واسه چنل اوکی، خودتون هم مثلا اینجوری بیشتر دوست دارید، مثلا شاید دلتون نخواد مثلا جی تی ای ببینید، یه چند تا برنامه خودتون بدید، مثلا بازیایی که دلتون میخواد با ویور، مثلا اگه دوست دارید بازی کنم اینا همه بدوارز، حتی اینا رو همه رو توی کامنت ها لطفا بگید که اینا رو بازی کنم. و تا یه ویدیو دیگه فعلا